مرحله اول آب میریزیم داخل همزن. مرحله دوم نمک میریزیم. توی مرحله آرد رو اضافه میکنیم به آب، میزنیم هم بخوره. بعد همزه رو انقدر میذاریم کار کنه که آب و آرد با هم قاطی بشه که تبدیل به این خمیر زیبا بشه. باید انقدر کار کنه که خمیر صاف بشه. الان دیگه خمیرمون آماده است. بعد از نیم ساعت استراحت برای تخمیر آماده پختن نون میشه. از نیم ساعت خمیر رو میریزیم داخل این دستگاه. خمیر از اینجا میاد پایین، خمیر داخل تنور. اینجا هم مرحله پخت نان لواشه که به صورت اتومات نون پخته میشه. اینجا نون از این داخل تنور در میاد.